سلام بچه‌ها، چطورین؟ من بعد از مدت‌ها با یه ویدیو برگشتم. خیلی وقت شد از آخرین ویدیویی که آپلود کرده بودم، ولی دیگه گفتم بیام توی این ویدیو هم دلیل این چند وقت نبودنم رو بگم، همین که اصلا دارم چیکار میکنم، همین که این چند وقته که چند تا استوری از این تیم میتینگایی که واسه کارم رفتم و اینا گذاشته بودم برای یه چند نفری که قصد مهاجرت داشتن، حتی یه چند تا از آشناهای خودم سوال پیش اومده بود که مثلا مگه تو لاین بیوتی نیستی؟ این تیم میتینگایی که واسه کارت میری و اینا اصلا چیه؟ مگه اصلا این رشته از این چیزا هم داره و اینا، که دیگه گفتم بیام الان که وقتم یکم آزادتره یه ویدیو بذارم، هم توضیح بدم که این چند وقته چرا نبودم و مثلا چی کارا داشتم میکردم، هم که کلا بگم مثلا چی شد که مهاجرت کردیم، چی شد که اصلا وارد لاین بیوتی شدم اینجا. واسه کسایی که میخوان مهاجرت کنن، میخوان تحصیل کنن تو زمینه بیوتی و فشن اینجا، یا هر تصمیم دیگه ای دارن که علاقه‌مندن اطلاعات قبلش داشته باشن، حالا من در حد سواد خودم و تجربیات خودم بیام تو این ویدیو بگم، ولی گفتم هم اینجوری نباشه که حالا فقط تو این ویدیو بخوام صحبت کنم و اینا. از اونجا که فردا دارم میرم سر کار، صبح خیلی زودم باید برم، وقتم ندارم موهامو درست کنم، گفتم که بیام همزمان که دارم مثلا اینا رو توضیح میدم موهامم درست کنم، بعد اگه مثلا تکنیک خاصی به ذهنم رسید یا حتی پروداکتی واسه موهام استفاده میکنم و اینا رو بیام بهتون بگم. میکروفون رو زدم اینجا، امیدوارم که خیلی با خش و اینا صدامو نگیره، چون من هر موقع که مثلا میکروفون رو به یقه لباسم میزنم همش صدای خس خس میاد و اینا، بعدا هم اعصاب کسی که میبینه خورد میشم، اعصاب خودم. خلاصه اصلا نمیدونم از کجا میخوام شروع کنم، راستش اصلا بهش فکر نکردم که چی بگم چی نگم، دیگه هرچی از دلم بیاد دیگه همونا رو میگم. ولی قبلش میخوام اتومومو بهتون نشون بدم. واقعا فکر کنم اون چند نفری هم که منو توی اینستاگرام و یوتیوب فالو دارن تا الان متوجه شدن که من اتوموی مورد علاقم این اتومو از برند آریا بیوتیه که یه کمپانی کاناداییه که حالا وسایل استایلینگ و این چیزا تولید میکنه. واقعا این اتومو رو من الان 2 ساله دارم و کلا خیلی من از اتومو استفاده میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه الان مثلا موهامو بهتون نشون بدم، من بچه که بودم خیلی موهام فر بود، بعد هر چقدر بزرگتر شدم این تکسچر موهام شروع کرد تغییر حالت دادن. الان چند ساله که دوباره لابلای موهام موهای ویوی و حالتدار و اینا داره تغییر حالت پیدا میکنه. من از همون اومدم یه کوچولو یه سری پروداکت ها به موهام زدم که میخواستم همینجوری مثلا یه کوچولو موهامو خشک بکنم و اینا، حالا اونا رو بهتون نشون میدم، ولی کلا موهامو اصلا استایل نکردم همونجوری که مشخصه، فقط بهتون نشون بدم. ببینین من موهام تکسچرش قاطیه، یعنی موهای صاف دارم، موهای حالتدار دارم، بعد کلا هم از اونجایی که خیلی من موهامو بلیچ میکنم و بلوند میکنم و اینا، همه اینا خودش تاثیر میذاره روی اینکه من موهای فریزی و یه ذره پفی داشته باشم. برای همین من خیلی از اتومو استفاده میکنم. این اتومویی که من الان دارم، حالا من مدلش رو توی کپشن میذارم، ولی الان 2 سال گذشته از زمانی که من اینو گرفتم، مدل‌های خیلی جدیدتری لانچ کرده برند آریا بیوتی، ولی واقعا ازش خیلی راضیم. ببینین اتومو چند دفعه تا الان دست من افتاده، نمیدونم مثلا روی میز بوده، این جارو رباتیکه داشته کار میکرده، سیمشو کشیده مثلا این تق افتاده زمین. 2 سال نانستا واقعا من 90% 95% از اتومو استفاده میکنم، همش داشتم ازش استفاده میکردم. این اتومو آخ نگفته، یعنی واقعا خیلی خوب بوده، برعکس سشوارش که برام خیلی خوب کار نکرد راستشو بخواین. اونم البته حالا یه مدل خاصیشه، من همه مدلاش رو نمیدونم چجوریه، ولی تجربه مشترکه بین من و چند نفر از دوستای دیگم که همون مدل سشوار رو داشتن، برعکس اون که خیلی خوب برامون کار نکرد، ولی این اتوموش خیلی خوب بوده. حالا من مدلش رو میذارم، ولی برید توی وبسایت خودشون نگاه کنین، مدل‌های جدیدتر قطعا اومده. حالا منم تا زمانی که این اتومو کار بکنه ازش استفاده میکنم، ولی قطعا اتوموی بعدیم هم از همین برند خواهم گرفت. این ماگم هم بذاریم بهتون نشون بدم، خیلی بامزه است. این هدیه کریسمس یکی از دوستای
خیلی قدیمیمه. من توی ایران تئاتر کار میکردم. عضو این گروه‌های کوچیک تئاتری بودیم که مثلا نمایشنامه‌های خیلی خوب رو اجرا می‌بردیم، آدمای خیلی مهمی میومدن تئاترمون رو نگاه میکردن، سالن‌های خیلی خوبی ما اجرا رفتیم، ولی از اونجایی که سلبریتی خیلی محسوب نمی شدیم و تهیه کننده های خیلی قوی نمی اومدن برای ما سرمایه گذاری بکنن و همه بچه ها خیلی دلی کار می کردیم، تئاتر خیلی درآمد خاصی برای من واقعیتش رو نداشت، با اینکه من از سال 90 توی تئاتر بودم و تئاتر کار میکردم. از پشت صحنه تئاتر شروع کرده بودم، از منشی صحنه، دستیار کارگردان، دستیار صحنه و لباس، تا اینکه مثلا کلاس‌های بازیگری رفتم و پام مثلا به روی صحنه باز شد و اینا. اونجوری مثلا نبودش، یعنی حتی همین الانشم من مطمئنم که خیلی از بچه‌هایی که دارن تئاتر کار میکنن، با اینکه الان تئاتر خیلی بیشتر بین مردم جا افتاده و دیگه مردم حتی از گروه‌های نونیم هم حمایت میکنن، میرن کارشون رو نگاه میکنن، بازم مطمئنم که بچه‌های تئاتری خیلی دلی این کار رو انجام میدن. واقعا برای ما هم همینطوری بود. ما اصلا فارغ از اینکه تئاتر برامون چقدر درآمد داره، میرفتیم به خاطر اون عشقمون اون کارو بازی میکردیم و کار میکردیم. چه حالا بچه‌هایی که کارگردانی میکردن، نویسندگی میکردن، خیلی دلی بود همه چی. تا اینکه البته خب این اواخر دیگه کارهایی که کار میکردم تهیه کننده داشت، مثلا خب بازم ولی اونجوری نبودش که بخواد برای من مثلا درآمد خیلی خاصی داشته باشه تئاتر. به خاطر همین من اون کاری که خب دلی انجام میدادم، عشقم بود، هنوزم هست، هیچ وقت مثلا درآمد خیلی خاصی ازش نداشتم. برای اینکه بتونم درآمد داشته باشم، توسط یکی از دوستان به یه مهد 2 زبانه معرفی شدم، چون که خب مثلا زبانم همیشه خوب بود. به هم پیشنهاد کار دادن، گفتن که مثلا تو که حالا در یه حدی زبانت خوب هست که بتونی از پس مثلا تدریس برای بچه ها بر بیای، بیا مثلا تو مهد ما کار کن. که من شروع کردم به عنوان معلم زبان انگلیسی توی یه مهد 2 زبانه شروع کردم به کار کردن، که واقعا هم وقتی که کار میکردم شروع کردم کارمو، همون موقعش درآمدم خیلی خوب بود. بعد از این که دیگه کارای مهاجرتمون و اینا جدی شد، من یه مدتی از مهد اومدم بیرون، به خاطر اینکه من اصلا نمیدونستم تا کی ایران هستم و خورده بودیم به کرونا و اینا، اصلا یه ذره پرونده ها همه رو هوا بود و خیلی مشخص نبود که چی به چی و اینا. من از مهد اومدم بیرون، ولی همچنان به صورت خصوصی معلم بچه ها بودم، کار میکردم، تا اینکه زد و کار مهاجرت ما درست شد و ما اومدیم کانادا. خب من اولش که اومدم کانادا تئاتر که خب نمیتونستم کار کنم، بخاطر اینکه اون موقع هنوز مثلا هیچ گروه تئاتری رو نمیشناختم اینجا که بخوام باهاشون کانکت بشم و بخوام کار بکنم. خب زبان انگلیسی هم که طبیعتا نمیتونستم برم اینجا که خودش مثلا زبان انگلیسی داره بخوام آموزش بدم و اینا. و وقتی هم که من واقعا اومدم اینجا احساس کردم که خیلی باید بیشتر زبان بخونم تا بتونم مثل خودشون صحبت بکنم. به خاطر همین باید دنبال کار میگشتم و این دنبال کار گشتن من مساوی شد با اینکه من خوردم به پیک بیکاری کانادا. یعنی حتی شغل جنرال هم نمیتونستم پیدا کنم. حالا شغل جنرال به کارایی میگن که شما برای انجام دادن به اون مشاغل احتیاج به تخصص خاصی نداری، یعنی کاری که آدمایی که تخصص ندارن میتونن انجام بدن، مثل فروشنده بودن، نمیدونم تو رستوران کار کردن، غذا سرو کردن، همه اینا جزء کارهای جنرال محسوب میشه. مثلا بری اینجا توی کاستومر سرویس کار کنی، خدمات پس از فروش و اینا، همه اینا میشه کارهای جنرال که نیاز به تخصص خاصی و مدرک تحصیلی خاصی نداره. من که اصلا کار جنرال که نتونستم پیدا کنم صادقانه، به خاطر اینکه میگم خوردم به پیک بیکاری اینجا. یعنی ببین برای مسخره ترین مشاغلی که حتی احتیاج به تخصص خاص چیه،
من یه تیکه موهام خیس بود اصلا حالت نگرفت، همین جوری هم این اتومو رو کشیدم رو موهام. نکته: اگر موهاتون هنوز نم داره و خیسه از اتومو استفاده نکنین لطفاً، به خاطر اینکه ممکنه موهاتون آسیب بزنه. من مشغول صحبت شدم فراموش کردم. ببین، من برای مسخره ترین کارهای لازم هم که اپلای می کردم کار پیدا نمی کردم. مثلا من قشنگ یادمه سال اولی که ما اومده بودیم، من یه فروشگاه خیلی لاکچری اینجا هست، من برای کار سیزنالش که مربوط به کریسمس بود بهش میگفتن، اسم اون کار رو اسمش گذاشته بودن گیفت رپینگ، برای کسایی که مثلا میومدن تو فروشگاه خرید میکردن، شما اون خریداشون رو بسته بندی میکردی، بسته بندی خوشگل میکردی که مثلا حالا اگه میخوان هدیه کریسمس به کسی بدن یا مثلا هرچی اون مثلا کادو خوشگل باشه. خب من حتی برای اون شغل هم انتخاب نشدم. یعنی اینقدر اوضاع افتضاح بود. خب و اینقدر که مثلا دیگه پارتی بازی شده بود، اینو معرفی میکرد به کار، مثلا حتما باید ریفر میشدی به یه کاری تا میتونستی مثلا کار پیدا کنی. آقا شما هر فروشگاهی که بگی من رفتم، فرم پر کردم، به همه به هم میگفتن که اگر که مثلا این پرسن بری چیز کنی، بری مثلا اپلای کنی، خودت رزومت رو برداری دستی ببری بهشون بدی، خیلی خوب مثلا تاثیر داره و اینا، احتمال این که مثلا بهت اون کار رو بدن خیلی زیاده. که ببین تو نمیدونی من چقدر هزینه کردم، رفتم رزومه چاپ کردم، خودم دستی میبردم از این مغازه به اون مغازه میدادم. دیگه شما هر برند و هر فروشگاهی که فکرشو بکنی، من رفتم رزومه‌مو دادم، هیچی به هیچی. دیگه خانومی که شما باشی، آقایی که شما باشی، من کار جنرال نتونستم سال اولی که اومدم اینجا پیدا کنم و خب خیلی فشار و استرسم روم بود. چرا؟ به خاطر اینکه کلاً بچه ها کانادا و خصوصاً ونکوور خیلی شهر گرونیه. یعنی اصلا اینجوری نیستش که شما بخوای اینجا کار نکنی یا فقط اگه زوجی میان یه نفرتون اینجا کار بکنه. حتما باید 2 نفر کار بکنن که شما بتونی از یک رفاهی اینجا برخوردار باشی، بتونی که مثلا گلیم خودتو عذاب بکشی بیرون. و واقعا توی سال اولی که ما اومدیم اینجا، حالا یه مقدار پس اندازی که حالا با خودمون آورده بودیم و اینا، ولی اصلا اینجوری نیستش که بخوای رو پولی که از ایران میاری و اینا اینجا حساب بکنی. واقعا امیررضا خرج زندگی رو میداد دیگه تو اون یه سال اولی که ما اومده بودیم اینجا. خلاصه من شروع کردم گفتم آقا اینجوری که نمیشه، منم حتما برای اینکه بخوام اینجا برم سر یه کار تخصصی باید مدرک خودشونو می داشتم. یعنی باید یه مدرک کانادایی می داشتم که میتونستم اینجا مثلا برم سر یه کار تخصصی. چیکار کردم؟ شروع کردم سرچ کردن و پرسجو کردن از این و اون که آقا اینجا من اگه بخوام یه کار پردرآمد داشته باشم اون کار چیه، چه کاری میتونم انجام بدم. دیگه حسابی بیا سرچ بکن و نمیدونم از این بپرس از اون بپرس و اینا. من این وسط هم اینو بهتون بگم که وقتی که شما میخواین موهاتون رو کرلی بکنین، حالا من یه قانونی رو واسه خودم دارم که البته یعنی نه اینکه قانون منه، ولی کلا این کار رو همیشه انجام میدم. جلوی سرتون رو از هر دو طرف وقتی که میخواین کرلی کنین سعی کنین رو به بیرون بپیچونین. یعنی اگر که مثلا اتوموتون اینجاست، سعی کنین مو رو به سمت بیرون بپیچونین از هر طرف که این به سمت بیرون کرلی بشه، که صورتتون رو بازتر نشون بده، کرلیاتون خیلی قشنگتر میمونه و یه جوری حالت کرلی ژورنالی پیدا میکنه وقتی که رو به بیرون از هر دو طرف شروع میکنین موهاتون رو کرلی کردن. و اینکه اصلا هم لازم نیستش که از قاعده خاصی پیروی کنید و خیلی مثلا تقسیم بندی کنین موهاتون رو، خیلی رندوم میتونین یه تیکه بردارین شروع کنین کرلی کردن، اصلا مهم نیست. اتفاقا اینا وقتی با هم بلند میشه خیلی خوشگل میشه. یه سری کرلی ها هستش که اینا باید خیلی منظم و مرتب و طبق قاعده باشه که هر کدومشون حالا اسمای مخصوص خودشونو دارن، ولی مثلا اینی که میخوای همینجوری موهاتو کرلی کنی مثلا ردی تو گو بشی و اینا، اصلا مهم نیستش که مثلا تقسیم بندی موهاتون چه جوری باشه. خلاصه برگردیم به سابجکتمون.
من شروع کردم هی از این و اون پرسجو کردن که آقا من چه کاری میتونم انجام بدم اینجا که درآمد خوبی داشته باشه برام. و واقعیتش هم بخوایم من اصلا حوصله این که بخوام برم اینجا دانشگاه و دوباره درس بخونم و اینا رو نداشتم. گفتم آقا من برم یه جا، یه کالجی، جایی یه مدرک خیلی مثلا سریع بگیرم که بتونم آقا اینجا من زودتر مشغول به کار بشم و اینا. من سرچ کردم دیدم که اینجا دستیار دندون پزشک شدن درآمد خیلی خوبی داره. با چند تا از دوستامونم که اینجا مثلا اطلاعات داشتن تو این زمینه من مشورت کردم، دیدم آره واقعا خیلی درآمد خوبی داره، ولی لازمش این بودش که شما 2 سال میرفتی اینجا درس میخوندی که بتونی همون دستیار دندون پزشک هم بشی. گفتم باشه بابا اشکال نداره، 2 سالم که چیزی نیست دیگه، حالا بالاخره من که بعد این راهو برم، بالاخره که بعد چیزی یاد بگیرم و اینا. 2 سالم میرم اینجا مثلا یه کالج دندون پزشکی درس هم میخونم. و با چند تا کالج اصلا اینجا من قرار مصاحبه گذاشتم و مثلا به هم زنگ زدن، شرایطشون رو توضیح دادن، من شرایطم رو گفتم و اینا، مصاحبه کردم. تا اینکه یه روزی یکی از دوستام به من گفتش که ببین تو مثلا انقدر روحیت هنری و اینا، اصلا به بیوتی فشن اینا فکر کردی؟ تا اینکه دوستم که متوجه شده که از دوستام اینجا که من مثلا دیگه خیلی پیگیر دارم به این که برم توی این زمینه درس بخونم و اینا، دارم مثلا اقدام میکنم، برگشت به من گفتش که ببین واقعا فریما این کارو با خودت نکن، به خاطر اینکه این رشته خیلی رشته سنگین و سختیه و واقعا با روحیات تو سازگار نیست. اصلا تو به فشن بیوتی اینا مثلا فکر کردی؟ اینجا خیلی کالجای خوبی براش هست که میتونی به درس بخونی و اینا. بعد من بهش گفتم آره واقعیتش رو بخوای من بهش فکر کردم، ولی واقعا من هیچ سررشته‌ای ازش ندارم. حالا اگه خیلی سررشته در دندون پزشکی داشتم، واقعا اونو به خاطر اینکه مثلا درآمدش خیلی خوب بود و اینا خیلی قلقلک شده بودم که مثلا برم چیز کنم، مثلا بخونم و اینا. بعد گفتم من هیچی نمیدونم. ببین یعنی واقعا هیچ نمیدونستم. من ته دانشم از بیوتی و مثلا فشن و اینا این بودش که یه سری اینفلوئنسر خارجی و اینا رو که فالو داشتم، حالا یه سری اینفلوئنسرای ایرانی مثل صدف بیوتی که مثلا میومد ترندهای جدید و مثلا آرایشای جدید و مثلا اینا رو میگفت از برندهای مختلف، من مثلا میرفتم تا جایی که مثلا حالا در دسترسم بود، اون موقعی که ایران بودم، بعدش هم که اومدم اینجا و اینا، اونا رو تهیه میکردم و مثلا به اطرافیان و به دوستای صمیمی مثلا به دختر خالم گفتم بیا مثلا بشین آرایشت کنم و اینا. واقعا ته دانشم همین بود. راجع به مو که هیچی نمیدونستم، یعنی رسما هیچی نمیدونستم. ولی خب همیشه مثلا برای خود من به شخص خیلی لاین جذابیه دیگه، بیوتی فشن واقعا خیلی جذابه. گفتم که آره اتفاقا بهش فکر کردم، واقعا هم اگه اینجا خوب کار کنی بچه درآمد توی لاین بیوتی خیلی خوبه، کلا درآمد توی کارهای خدماتی اینجا خیلی خوبه. بعد برگشت به من گفتش که ببین این کالجی که من درس خوندم اینجا داره هنرجوی جدید برای ترم جدیدش میگیره و اینا، تو بیا برو اصلا مصاحبهشو بده ببین اصلا قبول میشی که مثلا بری و اینا، چون به من گفته بود مصاحبهش هم خیلی سخته و اینا. گفت بیا برو ببین اصلا قبول میشی و اینا. من گفتم باشه دیگه، ما که همه چی امتحان کردیم، من مثلا میرم اینم امتحان میکنم، تست میکنم و اینا. تا اینکه من به این کالج زنگ زدم، ازشون قرار چیز گرفتم، مصاحبه گرفتم و حتی مثلا قرار مصاحبه‌ای هم که میخواستم برم، دوستم برگشت به من گفتش که ببین یه کانسپتی برای لباس پوشیدن و میکاپ کردن اینجا داشته باش. اسم کالج هم میگم جان کازابلانکا که یه کالج خیلی معروف بیوتی و فشن تو ونکوور. بعد برگشت من گفتش که یه کانسپتی داشته باش مثلا که میخوای بری اونجا، مثلا چه میدونم اگه مثلا میخوای خیلی کالچرالی رفتار کنی، مثلا یه میکاپ ایرانی، یه لباس ایرانی، یا مثلا یه کانسپتی خلاصه داشته باش برای خودت که میری، چون خیلی براشون مهمه. خب من این مثلا این کمکم داشتم دیگه، دوستم خب قبلا اونجا رفته بود میدونست، مثلا راهنماییم کرد و اینا. منم گفتم که خب باشه دیگه. منم 1001 جور سرچ کردم و چی بپوشم و چی کار کنم و اینا، که اتفاقا ویدیو اون روزی که دارم میرم برای مصاحبه‌ام دارم. حالا میگردم
کردم با مزه، سال به عنوان شورت یوتیوب میذارم، حتما ویدیو رو پیدا کردم. 2 ساعت و نیم مصاحبم طول کشید، با 4 نفر مصاحبه کردم و واقعا وقتی از اونجا اومدم بیرون امید نداشتم که قبول شم، به خاطر اینکه اولا این راجب کالج جان کازابلانکا که بهتون بگم، تازگی‌ها قوانینشون رو یه ذره تغییر دادن از اون جایی که من میدونم. دیگه اگر که مثلا ورک پرمیت اومده باشین، یعنی مثلا پرمننت رزیدنت یا همون پی آر نباشید اینجا، یا سیتیزن نباشین، دانشجوی اینترنشنال نمیگیره. یعنی من شانسی که آوردم این بودش که خب ما با پی آر اومدیم، من پی آر داشتم، یعنی من اگه نداشتم پی آر رو این کالج اصلا من قبول نمیکرد، چون اینترنشنال استودنت دیگه نمیگیره. و خب مثلا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اینجا کلا، حالا من همه کالج‌ها رو نمیدونم، ولی این کالجی که من رفتم، این اینستیتوه وقتی که میخواد به شما توی هر لاینی، چون هم فشن داره، هم بیوتی داره، هم مثلا اسپا داره، همه اینا هست توی این اینستیتو، به شما تمام نکات ایمنی و درمانی رشته‌ای که توش دارید درس میخونید رو هم آموزش میدن. یعنی فقط زیبایی نیست، زیبایی و درمانه. یعنی شما تحت هر شرایطی باید اونا رو یاد بگیرید، یعنی جز پالیسیشونه. خب برای همین امتحانای خیلی سختی داره، مخصوصا اون قسمت ساینسش و اون قسمت درمانیش و اینا خیلی امتحانای سخته. و توی مصاحبه بزرگترین پوینتی که مثلا داشت تو مصاحبه برای شما اگه میتونستی کسبش بکنی، سطح زبان انگلیسیت بود، چون میخواستم ببینن که شما از پس امتحانای اونجا برمیای یا نه، چون هر دوشنبه امتحان میگرفتن، امتحان کتبی و امتحان تستی. و از یه جایی به بعد که کلا شما اون مراحل امتحانات کتبی رو که رد می‌کردی، دیگه امتحانا میشد عملی، که دیگه عملی‌ها همش دیگه توی لاین بیوتی بود و بیماریایی که ممکنه مثلا سر کار باهاشون مواجه بشی و اینکه چه جوری بتونی هندلشون بکنی، تا چه جایی تو میتونی هندلشون کنی، از چه جایی به بعد باید مثلا ارجاشون بدی به پزشک، و از یه جایی به بعدم که دیگه میشه عملی، که دیگه وارد لاین بیوتی میشین در واقع. بعد که من اصلا از اونجا اون مصاحبه اومدم بیرون، با اینکه خیلی هم من خوششون اومده بود و مثلا کلا خیلی وانمود میکردن که مثلا من خوششون اومده و اینا، من امیدی نداشتم به اینکه قبول بشم. و از یه جای دیگه هم به یه کالج دندون پزشکی که مصاحبه داده بودم، اونا هم به من گفته بودن که شما میتونی شروع کنی ترمتو، یعنی میتونی درستو از این ترمی که میاد شروع کنی، که یه دوره تقریبا 2 ساله بود اون کالج دندون پزشکی که من براش اقدام کرده بودم. تا اینکه من توی این شیش و بش این بودم که آقا کدومو برم چیکار کنم و از این داستانا، از جان کازابلانکا به من زنگ زدن که شما قبول شدی، میتونی برای ترم جدید بیای و ثبت نام کنی. دیگه خلاصه من اونجا شروع کردم به درس خوندن و دوره‌ای که من شرکت کردم، من دوره فشرده‌ش رو رفتم، دوره لانگ ترم هم داره ولی من دوره شورت ترمش رو ثبت نام کردم که تقریبا 8 ماه، حالا یه ماه هم با امتحان، 8-9 ماه کلا دوره من تموم شد. یعنی خیلی خوب بود، یعنی من خیلی سریع مدرکم رو گرفتم و بعدش با مدرکم شروع کردم برای کار اپلای کردن. حالا افتادم توی اپلای کردن کار تخصصی. حالا خدا رو شکر اون زمانی که دیگه من شروع کردم برای کار تخصصی اپلای کردن، یه ذره اوضاع کار بهتر شده بود، اینجا یه ذره راحت‌تر میشد کار پیدا کرد و اینکه خب من اطرافیانم هم که مثلا تازه می اومدن کانادا، دیگه راحت‌تر حتی کار جنرال میتونستن تو دور و بریام پیدا کنن. یعنی دیگه اون چالشایی رو که من باهاشون روبرو بودم، خدا رو شکر اونا دیگه باهاش روبرو نبودن. تا اینکه دیگه من بازم همون سیستم سابق، یعنی خیلی از سالونایی که من میرفتم برای کار و برای مصاحبه این پرسن، یعنی دستی میرفتم رزوممو بهشون میدادم. من میخواستم از دستیاری شروع کنم، به خاطر اینکه من خب خیلی اونقدی دانش و اطلاعات کافی، اون اعتماد به نفس رو نداشتم که خودم وایسم دیگه خودم شخصی کار کنم. ببین برای مثلا اگه تویی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی و سابقه کار توی این زمینه رو داری، خودت شخصا توی فلور وایسادی کار کردی، هیر استایلیست هستی، الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی، کار برای تو خیلی راحت تره، به خاطر اینکه تو اون تجربه رو داری، تو اون اعتماد به نفس رو داری. ولی من
هیچی تو این زمینه نمیدونستم و فقط از اون مدرسه بیوتی که رفته بودم فقط یاد گرفته بودم. میدونی چی میگم؟ به من واقعا یه چیزی نزدیک 40 تا 40 خورده‌ای رزومه دستی فقط برده بودم، پخش کرده بودم و اینا، که حالا نمیگم مثلا بهم زنگ نمیزدن، بهم هم زنگ میزدن ولی خب اصلا چیز نمیخواستن، دستیار نمیخواستن، اینا کسی رو میخواستن که خودش بیاد وایس کار کنه مستقل. به من برگشت امیررضا گفتش که تو این همه مثلا حضوری رفتی رزومه دادی، بیا مثلا دوباره آنلاین هم اقدام کن. ولی من از اونجایی که از کار مثلا اقدام کردن اپلای کردن آنلاین زخم خورده بودم، چون واقعا هیچ سایت کاریابی اینجا برای من آنلاین کار پیدا نکرده بود. یعنی نه ایندید، نه فکر کنم اون یکی چی بود، گلاسدور اسمش اگه اشتباه نکنم، مثلا اینا اصلا برای من کار پیدا نکرده بودن. همینرضا به من گفت بیا آنلاین هم اقدام کن و اینا. من دوباره با ایندید آشتی کردم و گفتم که اوکی من دوباره اقدام میکنم و اینا. بعد خیلی جالب بود، مثلا ایندید من اون اوایل که اومده بودم مثلا کار جنرال میخواستم شروع کنم براش اپلای کردن، مثلا من عاشق این بودم که تو استارباکس کار کنم، خیلی دوست داشتم، چون کلا قهوه خیلی دوست دارم و مثلا اون باریستا بودن و اینا رو خیلی دوست دارم، همیشه دوست داشتم اینو امتحان کنم. غافل از این که اینجا بخوای تو استارباکس کار کنی از هفت‌خانه رستم باید بگذری. خیلی کار پیدا کردن توی استارباکس سخته و باید خیلی لاکی باشی که بتونی اینجا کار پیدا کنی تو استارباکس. نمیدونم هم چرا، ولی مثلا من تو ایندید اپلای میکردم، 3 هفته بعد برای من مثلا میومد که متاسفانه خیلی رزومه قوی و خوبی داری ولی متاسفانه ما تصمیم گرفتیم الان با شما نریم، ما رزومه شما رو توی فایل نگه میداریم، اگر که جا خالی شد باهاتون تماس میگیریم. و اینجا کلا اگر بتونی شما تو استارباکس کار کنی خیلی سابقه کاری خوب و خفنی براتون حساب میشه، چون کارش کلا یه مقدار سنگینه و اگر مثلا بتونی اینجا کار پیدا کنی تو استارباکس خب خیلی رزومه خوبی براتون حساب میشه. من خیلی دوست داشتم تجربه کنم. دیگه شروع کردم اپلای کردن تا اینکه یه سالونی رو دیدم که سالن آکادمی بود در اصل. و چرا سالن آکادمی بود؟ شما حتما برای اینکه بتونی توی این سالن استخدام بشی و کار کنی باید آکادمی خودشون رو میگذروندی. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که شما حتما باید مدرک هر اسکول داشته باشی، اینجوری نیستش که مثلا شما بدون مدرک بتونی اونجا کار کنی، ولی چون که معمولا هر اسکولا خیلی کارهای بیسیک رو به شما یاد میدن، این خودش سالن آکادمی بود که توی آکادمی خودشون تمام آپدیت ها، هر چیزی که مثلا توی هر لاینی آپدیت میشد، چه پروداکت چه تکنیک، اینا همه چی ادوانس بود، خلاصه همه چی اون شکلی مثلا بهتون یاد میدادن و اینا. و دقیقاً چیزی بود که من میخواستم، یعنی شما از دستیاری شروع میکردی مثلا اینجا کار کردن و دقیقاً چیزی که من دنبالش بودم. منتها داستانش این بودش که چون که بسیار سالن معروفیه اینجا، استخدام شدن توش واقعا کار سختیه. یعنی اولا که چند مرحله مصاحبه داشت، یه دونه مصاحبه تلفنی داشت، 3 تا مصاحبه حضوری با حالا مثلا اشخاص مختلف. بعد از این سالوناییه که خب اینجا مثلا شعبه داره، از سال 92 میلادی این سالن بوده، یعنی مثلا از 34 سال پیش، مثلا 33-4 سال پیش این سالن بوده و خیلی سالن معروفیه تو نورس امریکا. و خب دیگه چی بهتر از این که مثلا بتونی به اینجا کار کنی و اینا دیگه. خلاصه من گفتم به به این دقیقا همون چیزی که من میخوام دیگه. خلاصه براشون رزومه‌مو فرستادم، اینا به من زنگ زدن به خاطر اینکه خب من اون اینستیتویی که اینجا رفته بودم، هر اسکولی که رفته بودم اینجا درس خونده بودم، خیلی معتبره، یعنی جزء معتبرترین هر اسکولای اینجاست. خب رزومه خیلی قوی برام محسوب شد اونجایی که چیز میکردم، درس خوندم. خلاصه اینا به من زنگ زدن و گفتن که بله ما از رزومت خوشمون اومده، ما یه مصاحبه تلفنی با شما خواهیم داشت، اگر که مصاحبه تلفنیمون همون جوری باشه که انتظار میره و مثلا خوب پیش بره، شما میتونید برای مصاحبه حضوری بیاید.
که دیگه من مصاحبه تلفنی رو دادم. خیلی خوب پیش رفت مصاحبه تلفنیم، خیلی زیاد، و اینا با من قرار مصاحبه حضوری گذاشتن. خیلی هم آدمای نایسی بودن، یعنی اصلا اونایی که با من مصاحبه تلفنی کردن من واقعا همش اینجوری بودم که وای خدایا مثلا اینا منو قبول کنن. من مصاحبه حضوری رو رفتم، تقریبا 4-5 ساعت مصاحبه حضوریم طول کشید، با در 3 تا استپ مختلف. 3 تا اول یه دونه اینترویو با تیم منیجمنت داشتم، بعد یه دونه اینترویو با استادای آکادمی داشتم و اینترویو آخرم با اونر این سالن بود. و واقعا من نمیدونستم که مصاحبه آخرم اونر قراره توش حضور داشته باشه و اینا، وگرنه خیلی استرس میگرفتم و خدا رو شکر که نمیدونستم که مثلا مصاحبه آخرم اینطوریه. دیگه خلاصه من آماده شدم، رفتم مصاحبه کردم و اینا گفتن که ما بهتون اطلاع میدیم که مثلا شما قبول شدی یا نه. من همینجور داشتم واسه خودم صحبت میکردم، دیدم که این یه نوتیفی براش اومده بوده، خودش ویدیو رو قطع کرده بود. داشتم میگفتم که این سالونی که من الان دارم راجع بهش صحبت میکنم اسم سالن هست زازو، که یه اسم فرانسوی داره که زازو به فرانسوی میشه شیک، و همین سالونیه که الان من توش دارم کار میکنم چند ماهه و خیلی خوشحالم از این بابت. خلاصه من رفتم مصاحبه رو دادم، اینو گفتم ما بهت زنگ میزنیم دیگه. به هم زنگ زدن، من اورینتیشن رفتم. اینجا دیگه شما وقتی که وارد مرحله اورینتیشن میشی یا همون آشنایی دیگه با سیستم کار و اینا رو که میخوام براتون توضیح بدن و اینا، یعنی این که بله شما رو پسندیدن و شما میتونی کارتو اینجا شروع کنی. و من انقدر نمیدونستم که وقتی شما برای اورینتیشن میری یعنی مثلا دیگه از شما خوششون اومده میتونی مثلا دیگه کارتو اینجا شروع کنی و اینا، که مثلا من اومدم به یکی از دوستام که چند سال اینجا کار میکنه گفتم آره ببین به من گفتم برای اورینتیشن بیا، مثلا خب الان مثلا میخوام اورینتیشن کنم یعنی چی؟ دوستم گفت بابا دیوونه مبارکی، یعنی میخوان اونجا کار کنی و اینا، که مثلا گفتم بیا اورینتیشن دیگه. خلاصه من در پوست خود نمی گنجیدم کلا. خیلی هم دوست داشتم برم این سالن کار کنم. اینه که من همزمان که رفتم این سالن، همین سالن زازو مصاحبه کنم و اینا، یه سالن دیگه توی داونتاون ونکوور رفته بودم مصاحبه داده بودم و اونجا قبول شده بودم. یعنی به من گفته بودم بیا، که اونم جز سالن‌های خیلی خوب محسوب میشه. اونا هم آکادمی دارن ولی نه به بزرگی و جامعه این آکادمی قطعاً، ولی خب مثلا اونا هم اینجوری بودش که میتونستی از دستیاری شروع کنی و اینا. من همش بین این دوتا مونده بودم که مثلا باید چی کار کنم و اینا، و خیلی خوشحالم که من سالانی که الان دارم توش کار میکنم و انتخاب کردم. ببین من وسطای ویدیو اینو قطع کردم، رفتم این ور موهامم کرلی کردم، به خاطر اینکه گفتم همینجوری چونم گرم شده دارم صحبت میکنم، حالا این استایل کردن مو تموم نمیشه و اینا. من دو طرفو کرلی کردم، میذارم یه ذره خنک‌تر بشه، بعد با یه هیر اویل موهامو از هم دیگه باز میکنم. خلاصه کجا بودم؟ فکر کنم اونجا بودم که گفتم من خیلی خوشحالم که زازو رو انتخاب کردم. چرا؟ به خاطر اینکه این خراب شد درستش کنم. به خاطر اینکه خب هم سالن خوبیه، هم بزرگه، همین که ببین خیلی ارگنایزده، نمیدونم چیزی بگم، مثلا همه چی خیلی سلسله مراتب داره. مثلا اونجوری نیستش که همین جوری باشه، میدونی منظورم چیه؟ خیلی برای همه چیزش برنامه دارن، پلن دارن، پله به پله شما پیشرفت میکنی، پله به پله درآمدت میره بالا. اول با شما ساعتی حساب میکنن، یعنی بهتون یعنی شما در واقع کارمند ساعتی محسوب میشین تا زمانی که به یه جایی برسین که مثلا اون کامیشنی کار کردنه به نفعتون باشه. یعنی در واقع همه چی رو سعی میکنن به نفع شمایی که اونجا داری کار میکنی پیش ببرن، که خب این خیلی خوبه.
و اینکه با کمپانی‌های خیلی خوبی کار میکنن، با دوینس کار میکنن، با لبا استتیک کار میکنن، با دیزاین می کار میکنن، همین با آریا بیوتی کار میکنن، با کمپانی‌های خیلی خوبی دارن کار میکنن. خود سالن چندین بار جایزه برده، مثلا تو مجله هایی که اینجا برای مد و فشن و زیبایی و اینا چاپ میشه مثلا چندین بار رتبه 1 رو گرفته. دیگه براتون بگم مثلا همین چند ماه پیش خود کارخونه لبا استتیک که میخواست پروداکت های جدیدش رو لانچ بکنه، قبلش یه مثلا حالت تور میذاره واسه یه کارخونه و کمپانی و اینا که مثلا دعوتنامه میفرسته، چند تا از هر استایلیستای زازو دعوت میشن به اینکه برن پاریس مثلا از کارخونه دیدن بکنن، از پروداکت هایی که قرار لانچ بشه دیدن بکنن. خلاصه اینی که خیلی به آرزوهای من نزدیک تر بود. نمیگم مقصد نهاییمه، ولی خیلی به آرزوهای من نزدیک تر بود. اینی که شما بتونی توی یه کشور دیگه با یه زبان دیگه کار بکنی و اینکه کاری رو بکنی که دوست داشته باشی. من اصلا احساس میکنم که من یک استعداد مثلا پنهانی داشتم، من اونو پیداش کردم. یا مثلا چجوری بگم، انگاری که مثلا من یه علاقه همیشه داشتم و نمیدونستم که من این علاقه رو دارم. در کل از تصمیمی که گرفتم خیلی خوشحال و راضیم و قطعا مسیر خیلی ساده‌ای برام نبوده. واقعا برام مسیر ساده‌ای نبوده. اینی که من درسته زبان انگلیسیم خوب بود ولی اونقدری خوب نبود که بخوام بیام توی یک جامعه انگلیسی زبان مثل خودشون زندگی کنم، رفتار کنم، حتی تیکه کلامای خیلی خاص خودشون رو بلد باشم. اینکه بخوام مثلا، من خیلی افتخار میکنم به همه ایرانیایی که استادی پرمیت میان اینجا میرن دانشگاه درس میخونن، چون خب بالاخره دانشگاه درس خوندن حتی با اینستیتوت، کالج، اسکولای این شکلی رفتن درس خوندن خیلی فرق میکنه، خیلی جدی تره، خیلی زبانش سخت تره. و من خیلی افتخار میکنم به دوستای خودم، به ایرانیای دیگه که میان اینجا واقعا میرن دانشگاه درس میخونن، خودشونو میندازن تو چالش. میدونی یه چالشیه که هم خیلی شیرینه هم خیلی سخته، ولی وقتی که از پسش برمیای خیلی به خودت افتخار میکنی. دقیقا روز اولی که رفتم سر کلاس نشستم و کاملا به وضوح یادمه. من درست زبان انگلیسیم خوب بود ولی هیچ وقت اونقدر عالی نبود که مثل خودشون بتونم صحبت بکنم، تیکه کلاماشون رو بلد باشم. حتی خیلی مهمه که اون سنس آف هیومر رو بلد باشی، بتونی باهاشون بخندی، باهاشون ارتباط برقرار کنی، بتونی باهاشون دوست بشی. من این چیزها رو بلد نبودم ولی واقعا من یه دونه همکلاسی ایرانی هم، فقط یه پسر ایرانی بود که اونم 2-3 جلسه سر کلاس بود، به دلیل شرایط کاریش که تداخل داشت با ساعت کلاس مجبور شد کلاساشو عوض کنه. یعنی حتی من دیگه یه دونه دوست ایرانی، یه دونه همکلاسی ایرانی هم نداشتم که بتونم باهاش فارسی صحبت کنم. مجبور شدم و خودم رو پوش کردم که یاد بگیرم، باهاشون دوست شم و بتونم از پسش بر بیام. و واقعا من روز اولی که رفتم سر کلاس نشستم، اومدم خونه با بغض به حمیدرضا میگفتم که اینا حرف میزدن، من واقعا 40% میفهمیدم که اینا چی میگن و خیلی برای من سنگین بود برم با اونا مثلا درس بخونم، برم با اونا مثلا سر یه کلاس بشینم، اونم نه مثلا یه هفته 2 هفته، تقریبا مثلا 8 ماه 9 ماه بشینم مثلا با اونا سر یه کلاس. ولی واقعا همیشه خودم رو توش پوش کردم. خیلی به خودم افتخار میکنم که تونستم از پسش بر بیام و به همه کسایی که تلاش میکنن خودشونو، با توجه به اینکه شاید زبانه براشون سخت باشه، ارتباط گرفتن براشون سخت باشه، ولی خودشونو میندازن توی این چالشه. من خیلی خوشم میاد که مثلا آدم بتونه خودشو بندازه تو اون چالشه، بتونه از پسش بر بیاد. و اینکه با اینکه خیلی سخت بود، حتی الانم که من میرم سر کار، با اینکه خیلی زبانم پیشرفت کرده، تقریبا میتونم بگم واقعا 50% بهتر شدم، ولی هنوزم خیلی راه برای یادگیری هست، هنوزم خیلی چیزا هست. من اصلا
همه اینا رو میدونم، ولی قدم به قدم دارم به اون هدف نزدیکتر میشم، دارم به اون آرزو نزدیکتر میشم. میخوام اینو بگم که با توجه به تمام سختیایی که هست، با توجه به تمام استرسایی که داره، با توجه به تمام اون هزینه‌ای که هم باید مالی بکنی، هم وقتی هزینه بکنی، تایم تو هزینه کنی و بذاری، ولی واقعا ارزششو داره. و اگه کسی هستی که دوست داری بیای اینجا بیوتی بخونی، کالجای خیلی خوبی براش هست اینجا. جان کازابلانکا هست، VCC، بلانش مکدونالد، کالجای خیلی خوبی توی ونکوور هست که مدرک معتبری بهتون میدن که شما میتونید تو نورث امریکا باش کار بکنی. خیلی مهمه. اگر خوب کار بکنی واقعا میتونی درآمد خیلی خوبی ازش داشته باشی و در بلند مدت وقتی برای خودت هدف بذاری میتونی واقعا به اون چیزایی که میخوای برسی. یعنی دنیای مد و فشن و زیبایی واقعا هیچ جای دنیا که ته نداره. به نظر من توی کشورهای اروپایی و آمریکایی اصلا ته نداره. یعنی واقعا تا هر جا که دلت بخواد میتونی پیشرفت بکنی و واقعا امیدوارم که بتونم اونقدر پیشرفت کنم که دلم میخواد. خیلی ویدیو طولانی شد میدونم، ولی واقعا اصلا براش پلن و برنامه‌ریزی نداشتم. اصلا نمیدونستم که میخوام چی بگم. واقعا اصلا همینجوری فقط حرفام خودش اومد، نمیدونستم که میخوام چی بگم. ولی الان من هر اویلی که میخوام به موهام بزنم بهتون یه لحظه نشون میدم. همین نوره که گذاشتم یکم میفته روی این، فکر نمیکنم خیلی خوب بتونم نشون بدم، فکرم اینجوری بهتر باشه. این هر اویلی که من دارم میزنم از برند دیزاین می هستش، لاین گلاسمیه که یه برق خیلی نچرالی هم به موهاتون میده، ولی کازمتیکه، هیر کیر نیست. یعنی خیلی فایده خاصی برای موهاتون نداره. تنها فایدهش اینه که خیلی موهاتون رو درخشانتر میکنه و خوبیش هم اینه که اصلا موهاتون رو چرب نمیکنه. یعنی مولکولاش انقدر ریزه که وارد ساقه موهاتون میشه، روی موهاتون همینجوری نمیمونه که بخواد مثلا موهاتون رو چرب بکنه و اینا. خیلی خوبه. من دیگه موهام تقریبا خنک شد، طوری فر موهامو سعی میکنم باز کنم و یه حجم طبیعی به موهام میدم با این حرکت. مزه شد مگه نه؟ دیگه همین دیگه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه سوالی تو این زمینه داشتین امیدوارم که تونسته باشم لابلای حرفام جوابشون رو داده باشم. دیگه حالا هر اتفاق جالب که بیفته، هر قدمی که پیش برم حتما میام راجبش ویدیو میذارم. الان دیگه اوایل کارم خب یه ذره کارم زیاد بود دیگه، حالا شیفتام یه ذره متفاوت بود با الان، ولی الان دیگه یه ذره همه چی استیبل تر شده دیگه. یاد گرفتم زمانمو بهتر مدیریت کنم. خیلی دوست دارم که بیام ویدیوهای مختلف درست کنم راجب هیر استایل‌های مختلف، راجب پروداکت‌های جدیدی که میاد، راجب هر وسیله و استایلینگ تولزی که هستش بیام ویدیو درست کنم. و اگرم که شما هر سوالی راجب اینکه چه هیر اسکولایی اینجا هست، چقدر هزینه تحصیلشه، چقدر طول میکشه، چه مباحث درسی رو آموزش میدن و اینکه کلا هر سوالی که تو این زمینه داشته باشین خیلی خوشحال میشم اگه برام دایرکت بزنین یا برام کامنت بذارین. من در حدی که واقعا اطلاعات داشته باشم سعی میکنم که به همشون جواب بدم و اینکه با ویدیوهای خیلی جالب تر بیام با استایل‌های مختلف مو که شما خیلی راحت بتونین تو خونه انجام بدین. کلا این سری ایده ها دارم تو ذهنم، امیدوارم که همه رو بتونم دونه دونه انجام بدم. خیلی ویدیو طولانی شد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. فعلا خدافظ.